بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در یک ویژه برنامه، اونم از برنامه هایی که ما رو با خدامون ربط میده، یک سلام علیک و یک اظهار محبتی با شما عزیزان از ته قلب، چرا که ما میخواییم با یک عبادتی که خلاصه دین ماست، با یک عبادتی که بندگی ما رو در مقابل پروردگار متعال به نمایش بگذاره، با هم همراه میشیم. این عبادت جالبه، خیلی خیلی جالب اینه که یک گروهی از ما مؤمنان این عبادت رو انجام میدن و بقیه تماشاگر در این مسیر با هم دیگه هممون با هم همراهیم، یک مدت زمانی رو با هم طی میکنیم، بعضی از ما در داخل میدان، بعضی هم نظارگر از دور، اما همه ما در یک احساس با هم مشترک هستیم، احساس رابطه بندگی، رابطه ای که من بنده رو با خدام نزدیک میکنه، من در پیش خدام عزیز میشم، من میشم بنده خدا. سبحان الذی اسری بعبده. خداوند متعال وقتی بندهش رو عزت داد، شرف داد، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو برد به معراج، اون وقت چی گفت قرآن؟ سبحان الذی اسری بعبده. این کسی که این شرف رو به دست آورد بنده خداست. مقام بندگی در همه عبادات هویداست، اما در عبادت حج به شیوه دیگری، به طعم دیگری. ما این عبادت رو بیاییم با هم شروع کنیم، با اون تلبیه زیبای این عبادت حج رو با وقتی نماز رو شروع میکنیم میگیم الله اکبر، وقتی حج رو شروع میگیم لبیک اللهم لبیک. یعنی چی؟ یعنی خداوند ما رو صدا زد، ای بنده من میگم لبیک، ای خدای من، بله چشم، شنیدم، گوش بفرمانم. و اذن فی الناس بالحج، ای ابراهیم ما صدا بزن مردم رو برای حج. صدا زد ابراهیم کی؟ سالیان سال پیش، هزاران سال پیش. صدای ابراهیم هنوز در امواج هوا منتقل میشه. صدای ابراهیم جزئی از این هوایی هست که ما داریم این رو استنشمام میکنیم. صدای ابراهیم اکسیژن هوای ایمان هست، هنوز در افقها میپیچه. ابراهیمه که میگه آهای مردم بیایید به سوی خانه حق. و ما مؤمنان امروز، دیروز، سالیان پیش تا روز قیامت میگیم لبیک اللهم لبیک. شوق دیدار خانه خدا چقدر زیباست. اونایی که رفتن به خانه خدا بیشتر شوق دارن، اونایی که نرفتن با یک عشق و علاقه آرزو دارن، لحظه لحظه زندگیشون عرق جبینشون رو میریزن، جمع میکنن تا یه فرصت پیدا کنن برن به خانه معبود، خانه خدا، برن به سوی فرشته شدن، به سوی بال کشیدن به سوی خدا. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. الله، لبیک گفتن به جناب حق. بله یا رب ما به سوی تو میاییم، بله یا رب پیامت رو دریافت کردیم، بله یا رب ما حاضریم. یا رب لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. مهمترین نقطه اینه که من بنده میخوام بگم حقیقت رو، میخوام اعتراف کنم، بگم یا رب هیچ خدا و معبودی نیست مگر تو. پیام ابراهیم، پیام حج، پیام صدای لبیک.
این زمزمه زیبای موسیقی حج، همه دنیا داره میگه لبیک اللهم لبیک، همه دنیا داره میگه. من مؤمن وقتی تلبیه میگم، همه کون در دست راست من، همه کون در دست چپ من، سنگ و دریا و درخت و همه کائنات تلبیه میگن، همه با من همراهن، همه تسبیح حق میگن، ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حالا که ما اگر این رو نمیشنویم، این رو احساس نمی کنیم، دلیلی نیست که وجود نداره. وجود داره، قسما بالله وجود داره، چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما اطلاع دادن. نمیخوایم در این برنامه بیایم بگیم که حج آقا فرض حج چی هست، احکام حج چی هست. همه عبادات یه مواردی دارن که اونها رو واجبات اون عبادات هست، ارکانش هست. اگر ما اون رو انجام ندادیم کلن اون عبادت محو میشه، از بین میره. یه احکامی دیگه هست که اونها رو میگن سنن عبادت. یک سنت هایی هست که اگر ما اون رو انجام دادیم خب عبادتمون پربارتر، اجر و ثواب بیشتری داریم. اگر انجام ندادیم خب نقصی هست در کارمون، اما کارمون درست، بهتر نیست اما درست. یه مسائلی هم هست در هر عبادتی که اگر اون رو انجام بدید اونا میشه از مکروهات، اون عبادت نقص پیدا میکنه، اون جمال و کمالش رو نداره. اینو در هر عبادتی هست. این مدرسه فقه هست. فقیهان، علما، فقها میان برای ما مشخص میکنن که آقا این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید بهتره، این کارو کردید بده، این کارو کردید عبادتتون خراب. این مسائل خیلی مهم هست، اما خب رسیدن بهش هم آسون. شما میتونید احکام حج رو با یک کتابچه یاد بگیرید، پیش یک استادی برید یاد بگیرید. عموماً کاروانهای حج بهشون یاد میدن. اما یه موارد دیگه هست که اونها اون اسرار و لذت‌های عبادت هست، اونها خیلی مهم هست، اما متاسفانه بهش اهتمام داده نمیشه. وقتی من میرم به حج فقط هم مغمم این باشه که این کارو بکنم، چطوره این کارو نکنم، کی میخوام لذت ببرم از این حجم، کی میخوام در این فضای حج ذوب بشم، کی میخوام اون بنده خدا بشم به اون شیوهی که من خودم لذت ببرم از حج رفتنم، لذت ببرم. وقتی کاری رو انجام میدم لذت ببرم از انجامش و بدونم که این کار من، این عبادت من برنامه زندگی منو نقش میده. مگه نه خداوند متعال میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز توی بنده رو از فحشا و منکر نجات میده، دورت میکنه. پس این معنای دوری از فحشا و منکر با این وسیله که نماز هست باید تجلی کنه. همین نماز وقتی میخوام انجام بدم باید وضو بگیرم. وضو بگیرم یعنی چی؟ یعنی وقتی که وضو میگیرم دستم رو میشورم، میگم این دستم رو از پلیدی ها و بدی ها پاک کردم. این دستی که از پلیدی ها پاک شد باید از رشوه خوری پاک بشه، باید از دزدی پاک بشه، باید از ظلم کردن و اذیت و آزار دیگران پاک باشه. حج هم همینطور، روزه هم همینطور. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما فرض شد همونطوری که بر پیشینیان شما فرض شده بود، لعلکم تتقون، تا شما پرهیزگار باشید، تا شما متقی باشید، تا شما تقوا رو پیشه کنید. تقوا چیه؟ حضرت عمر رضی الله عنه تقوا رو از ابن عباس میپرسند که تقوا یعنی چی ابن عباس؟ میگه یا امیر المؤمنین، آیا شما یه وقتی شده که برید یه جایی، راهی در اونجا گل هست، سبززار هست، همش هم
پر از خار است، در یک خارزاری رد بشی شده. گفت بله اگر میشد رد میشدی چیکار میکردی؟ خب لباسم رو جمع میکردم، مواظب بودم که خاری تو پام نره. میفرمودن تقوا همینه. تقوا اینه که در مسیر زندگی طوری حرکت کنی که مواظب باشی کاری نکنی که خدایی ناکرده خداوند ازت ناراض بشه، خدایی ناکرده مخالف دستورات الهی حرکت کنی. این تقواست. روزه منو به تقوا باید برسونه، نماز منو به تقوا باید برسونه، زکات هم منو به تقوا باید برسونه. خذ من اموالهم صدقه، از اموال مؤمنان زکات بگیر که چی؟ تطهرهم بها و تزکی، که اونها رو جلا بدی، اونها رو صفا بدی، اونها رو بیایی شستشو بدی، اونها رو آلایش کنی. حج من باید همین باشه. حج من باید یک بستری برای سعادت من، برای پاکی من، برای اینی که من مؤمن برم به حج، برگردم از حج یک انسانی دیگه بشم. من مؤمنی که هر روز، ببینید ما چقدر روزانه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا بار الها ما رو به راه راست هدایت فرما. خب معلومه راه راست چیه، اما نه، ما میخوایم که بریم ذوب بشیم در محو تاریخ، ذوب بشیم در محو حقیقت، همه تاریخمون، هویتمون رو باز پرسی کنیم، مرور کنیم، تفصیلش رو میگیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی چی؟ یعنی من میام وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یه نواری از تاریخ تو ذهنم رد میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میبینم، صحابش رو میبینم، انبیا رو میبینم، صالحین رو میبینم، میگم اهدنا الصراط المستقیم، مثل این راه خدایا منو هدایتم کن. صراط الذین انعمت علیهم، خدایا من این راه رو میخوام، راه ابراهیم رو میخوام، راه نوح رو میخوام، راه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو میخوام، راه موسی و عیسی و یونس رو میخوام علیهم الصلاة والسلام، غیر المغضوب علیهم. خدایا من راه ابو جهل رو نمیخوام، راه ابو جهل ها و ابو لهب ها رو نمیخوام، راه فرعون های امروز رو نمیخوام، راه نمرود ها رو نمیخوام. تاریخ از نمرود ها و فرعون ها و ظالمان و مستبدان جلوی من سبز میشه وقتی میخوام که بگم که غیر المغضوب علیهم، این نه، این یکی رو نه، ولا الضالین، و نه راه گمراهان. خدایا من راه منافقان رو نمیخوام، راه ابی ابن ابی سلول رو نمیخوام. خدایا من راه این منافق و اون منافق، گذشته و اهالی ها، قارون ها و اینها رو من نمیخوام، اینو نه. اینطوری با خدام انس میگیرم، اینطوری با عبادتم لذت میبرم، از عبادتم عشق با عبادت، لذت با عبادت، شوق با عبادت، چشیدن طعم ایمان. در عبادتمون ای مؤمن بیا اون کمال بندگیمون رو در جمال عبادت پیدا کنیم. کمال بندگی ما در بهترین شیوه ادای عبادت هست. خب عبادتم رو چطور ادا کنم؟ خب بیام پس امروز من یک بروز بدم، قانون گذاری کنم، نمازم رو اینطوری بخونم، 10 رکعتی بخونم، 20 رکعتی بخونم، جالبتره، عشق داره، کیف داره. نه 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 نه.
کمال بندگی من در جمال عبودیت من هست، جمال و زیبایی عبودیت من در طاعت و فرمانبرداری بیچون و چرا از خدا و رسولش هست. پیامبری رو خداوند برای ما فرستاد، پیامبر ما فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید اونطوری که منو دیدید نماز میخونم، حق ندارید از خودتون اضافه‌ای بیارید کمی کنید. حجمون چطور باشه؟ کما رأیتمونی، همونطوری که منو دیدید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حج میکنن سوار بر شتر، طوافشون سوار بر شتر، در مسعی میرن میان سوار بر شتر. که چی؟ ای خلایق، ای مؤمنان، به من پیامبر نگاه کنید، حجتون باید مثل حج من باشه، همونطور که منو در حج میبینید همونطور انجام بدید همه ی عبادت. پس من مؤمن باید به این صورت بیام در عبادت. عبادت های ما رو خداوند متعال برای رحمتن به ما کاری کرد که عبادت های ما کامل تصویر برداری شده برای ما رسیده، طوری به ما رسیده انگار که من مؤمن در اون روز در حج بودم، پیامبر خدا رو با چش خودم دیدم و الان همون کاری رو میکنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داد. در حجمون همینطور، در نمازمون همینطور، در زکات دادنمون همینطور، در روزه گرفتنمون همینطور. در طول تاریخ هیچ انسانی رو نمیبینی مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که کپی برداری شده باشه، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر کشیده شده باشه. احادیث پیامبر رو خداوند متعال کاری کرد که به ما برسه انگار که ما پیامبر رو میبینیم. صدای احادیث به ما میرسه، شیوه گفتن رسول خدا به ما میرسه، رنگ چهره رسول خدا در هنگامی که این حرف رو زد به ما میرسه، حرکت دست و پای رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما میرسه. ما اینقدر در یک فضای از راحتی و آرامش و در یک فضای از شفافیت قرار داریم که دیگه هیچ بشریتی به اون حد نرسیده. اینه که خداوند متعال میاد به ما این حج رو ارزانی میکنه، حجی که لمن استطاع الیه سبیلا، هر کسی که توان رفتن به حج رو داره، این رکن از اسلام برش فرض میشه. فرض میشه یعنی چی؟ یعنی اگر انجام نداد بازخواست میشه. کسی، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که توانایی رفتن به حج رو داره و نمیره به حج و چطور دلش میخواد بمیره، فإن شاء أن يمت یهودیاً او نصرانیاً فلیفعل. میخواد یهودی بمیره، میخواد نصرانی بمیره، مسیحی بمیره، میخواد که آتش پرست بمیره، میخواد که هندویی بمیره، میخواد که آقا گاو پرست بمیره، میل خودش. اما با ما مسلمون ها خودشون نچسبونه. تونستی بری حج نمیری؟ حضرت عمر رضی الله عنه میفرمودند اگر کسی رو من بدونم که توانایی رفتن به حج رو داشت و نرفت به حج، اگه مرد من روش نماز نمیخونم، نماز جنازه شو من نمیخونم. اینقدر مهمه. پس بیا عزیزم از الان نیت کنیم که خدایا بار الها اگر فرصتی مهیا بشه برای ما فرصتی مهیا کن که امسال بریم حج. نیت عزیز من، نیت چقدر گرونه. نیت کنیم که بریم حج چقدر گرونه، زحمتی داره؟ آقا نمیذارن. بله شیطان نمیذاره که شما برید حج. خود شیطان که تنها اون شیطان ابلیسه که نیست، اون شیاطین بشری که کار ابلیس رو میکنن همکاراش اونو که نمردن، راه حج رو میبندن، شما رو نمیذارن برید حج، نمیدونم با
سرزمین حج مشکل درست میکنن، صدرا درست میکنن، شما رو باید تشویق میکنن برید قبرها رو پرستش کنید. آقا کسی که بره پیش امامزاده فلان 1 میلیون حج داره، کسی که بره پیش امامزاده فلان 10 میلیون حج داره. این مزخرفات رو به خورد من و شما میدن که چی؟ صدای شیطان هست، صدای ابلیس هست. نمیخواد که تو بری به منبع وحی، نمیخواد که تو بری به جای توحید، نمیخواد که تو بری ابراهیمی بشی، میخواد که تو نمرود باشی، تو بت تراش شی، تو بت پرست شی، تو قبر پرست شی. اینه که من و تو باید نیت کنیم که بار الها اگه فرصتی به ما مهیا کردی حتما میریم حج. بار الها من میخوام که امسال برم حج. بار الها اگر راه رو بر من بستن من قلبم رو میفرستم به حج. حاجیان که میرن بهشون میگم حاجیا مواظب باشید در طواف که طواف میکنید مواظب باشید قلب من اونجا افتاده. قلب من باید با حاجی طواف کنه، قلب من باید با حاجی بره به مسعی، قلب من با حاجی بره به مینا، بره به عرفات، برگرده به مزدلفه، قلب من بره و بزنه به سر شیطان، رجم کنه، رمی جمرات کنه و قلب من در اون فضا باشه. حالا جسم من رو نگذاشتن که برم، اگه توانایی رفتن ندارم، اگر مالش رو ندارم، اگر صحتش رو ندارم، همتش رو باید داشته باشم. این همت علامت من مؤمن هست. این همت رفتن به حج، شوق حج بودن علامت من مؤمن هست. نکنه یه وقتی فکر کنیم که حج یعنی چی؟ یعنی اونی که حاجی ها رفتن. نکنه که یه وقت فکر کنیم حج فقط مال حاجی هاست. حج این مدت زمانه، این مدت زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین روزها نزد خداوند متعال، بهترین ساعات بشریت، ساعات زندگی، اون ساعاتی هست که همین ایام العشر، دهه ذوالحجه. پس دهه ذوالحجه تنها مال حاجی که نیست، این 10 روز ذوالحجه مال همه بشریته. حاجی به یک عبادتی مشغوله، من هم همراه حاجی هستم در اون عبادت. من هم میخوام که حاجی چه عرقی میریزه، چه زحمتی میکشه، من هم باش همراه باشم. این معانی چی هست؟ اسراری که تو حج هست، اسراری که ما اون رو لمس باید بکنیم. هر جا که باشیم، تو حج باشیم باید اینو لمسش کنیم. پس این سلسله برنامه هایی که ما انشاءالله با هم میریم تنها برای حاجی نیست، برای همه مؤمنان هست. ما مؤمنانی که همه با هم میگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. حاجی میگه و در مسیر حرکت حج هست و من میگم و قلبم رو فرستادم برای حج. با هم همراه میشیم ان شاء الله با این سلسله برنامه ها تا از حجمون لذت ببریم. اگه رفتیم به حج لذتمون 200 چندان باشه و اگر نرفتیم با اون حسرتی که میکشیم، با اون شوقی که داریم، قلبمون رو بفرستیم به حج. و حتما چون که نیتمون صادقانه هست، انما الاعمال بالنیات هست، مدار ارزش ها، مدار اجر و پاداش بر مدار نیت هست. من شوق دارم، نیت دارم، حتما اجرش رو هم خواهم گرفت.